برنامه سیر امروز شما را به یک مکان زیبای جهان میبرد. تایلند، کشوری زیبا و رنگین در جنوب و شرقی آسیا. هر قدم به بالا ما را به جهانی پر از حیرت میبرد. این حسیات رو تو دیگر احساس کردن نمیتونی، به همین خاطر کوشش کن که اقلا تو مابین شیشه بیایی. پس از گذشت 30 دقیقه ما رسیدیم به این جزیره مشهور شهر پاتایای تایلند. مرنیسا باور کنم این پناه تو به سر و لباسات عموما موافق نآمد. ما با یکی از موضع‌های سبز و خرمی تایلند آمدیم. خاو خیو نام دارد. خاو خیو دومین باغی حیوانات کلانترین در آسیا به حساب می رود. پس از 3 ساعت انتظاری اینک نوبت ما نیز رسید. سوادیکا. برنامه سیاحی سیر از تایلند روزهای نزدیک در تلویزیون دوشنبه.